اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم با خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت و پروردگارش توبه او را پذیرفت. به تحقیق که او توبه پذیر مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همه شما از اینجا فرود آیید. پس هرگاه از طرف من به شما هدایت آمد، کسانی که هدایت ما را پیروی کنند برایشان خوفی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اما کسانی که کافر شده اند و آیات ما را تکذیب کرده اند ایشان از اهل آتش می باشند و در آنجا جاودانه و سر می برند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بنی اسرائیل، بیاد دارید از آن نعمت‌هایی را که بر شما ارزانی کردم و به پیمانی که به من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید در حالی که این کتاب تصدیق کننده همان کتابی است که با شما می باشد و شما نخستین انکار کنندگان آن نباشید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز مفروشید و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حق را با باطل میامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که میفهمید. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع نمایید، یعنی نماز را به جماعت بگذارید. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آیا مردم را به نیکوکاری امر می کنید و خود را فراموش می دارید در حالی که کتاب را می خوانید؟ آیا درک نمی کنید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و به شکیبایی و نماز یاری خداوند را بجویید و این واقعا گران است مگر بر فروتنان. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آنانی که باور دارند که با پروردگار خود ملاقی می شوند و یقینا ایشان به سوی او باز می گردند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل، آن نعمت‌های را که من به شما ارزانی کردم یاد دارید و نیز به یاد دارید که من شما را بر همه جهانیان برتری دادم.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روزی بترسید که هیچ کس از هیچ کسی دیگر عذاب را دفع نمی کند و نی برای آن شفاعت قبول می شود و نی از آن عوضی پذیرفته می شود و نی هم به ایشان یاری داده می شود. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. بیاد دارید وقتی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم، ایشان به شما عذابهای شدیدی می رساندند، پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن برای شما آزمایش بزرگی بود از طرف پروردگار شما. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و بیاد دارید وقتی را که برای شما دریا را شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که شما مشاهده می کردید غرق کردیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و بیاد دارید وقتی را که برای موسی 40 شب مقرر کردیم و شما در غیاب او گوساله را خدا گرفتید در حالی که شما به این عمل خود ستمگار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد از آن شما را عفو کردیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. و بیاد دارید وقتی را که به موسی کتاب و فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل را دادیم تا باشد که رهیاب گردید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. و بیاد دارید وقتی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، به تحقیق شما به خود ستم کردید به این که گوساله را به خدایی گرفتید، پس به سوی آفریدگار خیش برگردید و پس خود را بکشید. این کار برای شما بهتر است در نزد آفریننده شما. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت، حقا که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. و بیاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی تا خداوند را آشکار نبینیم به تو هرگز ایمان نمی آورید، پس شما را صاعقه گرفت در حالی که می دیدید. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از مردن شما زنده گردانیدیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. و
ابر را بر شما سایبان ساختیم و بر شما من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید. به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم میکردند.